إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. آیت 112 سورة مائده. در آیت قبلی الله نعمتای خدا به بالای عیسی علیه السلام بیان میکرد و در این آیت تمهید است از برای نعمتای دیگری که بعداً بیان می شود. اذ قال الحواریون، یاد کو وقتی را که گفت حواریا مخلصین عیسی علیه السلام یا عیسی ابن مریم، عیسی فرزند مریم، هل یستطیع ربک، آیا قبول می کند رب و پروردگار تو ایونزل علینا مائدة من السماء، این که نازل بکنه با بالای ما یک دستارخوان از طرف آسمان. قال گفت عیسی علیه السلام اتقوا الله، از الله بترسین، ان کنتم مؤمنین، بخاطر که شما ایمان دارین. حواریا کسایی که مخلصین عیسی علیه السلام بود، اینا از عیسی علیه السلام یک معجزه دیگه طلب میکنن به خاطر اثبات حقانیت رسالتش. البته این معجزه دلخواه است که اینا تقاضا کردن. خب با وجودی که اینا از عیسی علیه السلام بسیار چیزا را دیدن، عالی تقاضا را کردن که یک دستارخوان از آسمان با ما نازل شود. یعنی خود دیدن که یا الله عیسی علیه السلام مردار را زنده کردن، این گپ دیده بودن و کوری که مادرزاد می بود جور می شد، اینا می دیدن. ولی یک معجزه که خاص اینا می خواهن که یعنی الله این کارا را میکنه یا این تو کارم قبول میکنه یا نه، یا این کارم توانایی داره که از آسمان دستارخوان روان کنه. اذ قال الحواریون، و وقتی که گفت حواریا، حواری را گفتیم که کسایی که قلبشان صاف بود، مخلصین عیسی علیه السلام، دوستای رازدارش، یا عیسی، ای عیسی ابن مریم. سعی کنین که اینا از یا عیسی ابن مریم چرا از عیسی علیه السلام تو تقاضا میکنه که هل یستطیع ربک، آیا رب توانایی داره. یعنی اینا میفهمیدن که عیسی علیه السلام خودش اختیار نداره، این زور توانایی را نداره، اله نیست. عیسی گفتندش، یا اله نگفتن، یا ابن الله نگفتن، یا عیسی. اگه ابن الله می بود می یا ابن الله، ای فرزند الله. از خودی مخلصین فهمیده میشه که عیسی علیه السلام بنده الله میدانستن و پیامبر میدانستن و دیگه ای را میفهمیدن که معجزه به اختیار ازی نیست و در توان ازیام نیست، کاری را که انجام میده از جانب الله. این باور در اینا بود. پس آنی تابعداراش از این یک شرک جور کرده. هل یستطیع ربک، آیا توانایی داره رب؟ اصل معنیش استطاعت، طاقت، توانایی را میگه، ولی بعض مفسرین اینجا تعویل کرده است. خب حل که از همزه استفهامیه، وقتی که استفهام باشد سوال است، آیا توانایی داره؟ اینجا سوال پیدا میشه که آیا یا شک داشتن در قدرت الله، آیا رب توانایی قدرت داره که کار کنه؟ و اگر شک داشته باشی خواهی فهمیده میشه ایمانشون کامل نبوده. و اینا در حالی که حواریون یعنی مخلصین عیسی علیه السلام بودن و کسی که در قدرت الله شک بکند و خواهی فهمیده میشه که صفات الله را نمیفهمه و این خو منافی ایمان است. این با ایمان سازگاری نداره، با ایمان باور به الله و صفاتش. به این خاطر از سوال جواب میگن که حل به معنای قد است. قد یستطیع ربک، به تحقیق توانایی داره ربت که نازل کنه به بالای ما از طرف آسمان یک دستارخوان. خب اگه ای تو باشه خود این سوال مطرح نمیشه. اگه حل به معنای قد بگیریم که بدون شک توانایی داره، اینجا سوال مطرح نمیشه. یک جواب گفتن ولی جواب ضعیف هم است. دومی که میگوین که یستطیعو با معنایی که یستجیبو، آیا قبول میکند رب تو که با بالای ما دستارخوان نازل کنه، پایین بکند از آسمان؟ قبول میکنه یعنی ما طلب میکنیم از تو، آیا ربت قبول میکنه یعنی؟ اگه این گپ باشه باز ایمان از یا صحیح بوده. یستطیعو با معنای یقبل دعانا، آیا دعای
شما را قبول میکنه. این به خاطر که این تعویل میکنن مفسرین خازن و غیره میگه چون که یا ایمانشان صحیح بود. و بعضی دیگرای تو میگه که حل به معنای خودش است، یستطیعو هم به معنای خودش است. پس معنای تو میشه که آیا توانایی داره ربت؟ یعنی اول چون که اینا اول ایمان آورده بودن، بعضی تو میگه و اون معجزاتی که بود از عیسی علیه السلام شاید ندیده باشن و ایمانشان تکمیل نشده بود، یعنی در حالت یاد گرفتن بودن. دری تو یک وقت گفتن که آیا رب تو میتونه این کار انجام بده، یعنی در قدرت الله شک داشتن. و این کسی که نو اسلام یاد بگیره این گپی نیست. کسی که نو در اسلام داخل شوه و خالق نشناسه فکر میکنه که بعضی کارا را کده میتونه و بعضی کارا را کده نمیتونه. یعنی این که باران اینا رزق از این طریق به ما میتونه و آیا که از بالا شاید نتونه، یعنی شکی میباشه میتونه نمیتونه. یا نو ایمان آورده بودن به می خاطری سوال کردن. صحیح است. به نظر ما اینمی حل یستطیعو امیش صحیح است که و ما میره ترجمه میتونم که استفهام سوالی است. یستطیعو به معنای خودش است که آیا استطاعت و توانایی داره. همین جواب سیوم صحیح است. به خاطری که اینا نو ایمان بودن و هنوز به کل صفات الله علم نداشتن و خبر نداشت که الله بسیار کارا را کرده میتونه. حالا بعضی کافرها ما داریم که با الله باور دارن، این تو کافرها در دنیا، ولی میگه بعضی کارا را کرده میتونه و بعضی کرده نمیتونه. قدرت الله را محدود میشمارن، یعنی به این ایمان ندارن که یا علم ندارن که انک علی کل شیء قدیر، تو به هر چیز قدرت داره. والله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز قدرت داره، هر کار. ایمان ندارن، علم تو کافرها. ولی اینا چون که نو ایمان بودن این سوالا کردن. هل یستطیع آیا توانایی داره رب ایو نزل علینا مائده من السماء، این که پایین کند به بالای ما مائده. مائده بعضی میگه خود طعام گفته میشه، طعام از طرف آسمان، غذا. ذکر محل مراد به او حال است، یعنی آنچه که در دستارخوان است غذا. و یا این که مائده دستارخوانی که در او غذا است، دستارخوانی که در او نان باشه. میتونه ربط پایین کنه از طرف آسمان. قال گفت عیسی علیه السلام اتقوا الله، از الله بترسین. یعنی شما این سوالا رو نکنین. اتقوا الله، از الله بترسین چی معنی؟ شما ایمانتون صحیح نشده. این کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارین. یعنی اگر ایمان دارین چطوری سوالا میکنین؟ این هدف است که سوالا بسیار معجزات چیزات دلخواه نخواهین شما. این تو سوالا را کده میرین، خطرناک است. خصوصا باز یک کسی که معجزه دلخواه بخواهد هر کی باشه مورا الله بیاره باز قبول نکنه، باز او خود در عقبش عذاب داره حتمی. این قانون الله بوده، این یک دستور عادتی الله بوده که معجزه دلخواه مده کس قبول نکرده عذاب حتمی بوده، حتمی عذاب است. و کسایی که تعویل میکنن اینجا هدفش از اتقوا الله چه معنی؟ اتقوا الله از کثرت سوال، بسیار سوال نکنین، از الله بترسین. این به معنای از است و از به معنای علت، زیرا از به خاطر که کنتم مؤمنین، شما مؤمن هستین، یعنی شما ایمان دارین، پس از الله بترسین، سوالا رو نکنین. شما خب میفهمین این گپ. ولی ظاهرش ما گفتم که اتقوا الله اینا به معنای اگر هل یستطیعو را تعویل کنیم، حالا به معنای قد بگیریم، با یستطیعو را با معنای یستجیبو بگیریم، با مجبور هستیم در آخرش هم تعویل کنیم که اینا به معنای است کنیم. ولی اگر هل یستطیعو را به معنای خودش بگیریم، اتقوا الله به معنای است که از الله بترسین، یعنی ایمان شما قوی نشدگی است. این کنتم مؤمن، اگر ایمان دارین، این در ایمان شما شک است، شما در ایمانتان شک وجود داره. و خیر از ما به خاطر ایمان حواریون که صحیح بکنیم قرآن تعویل نمی کنیم. اونا نو ایمان بودن و کسی که نو ایمان باشه میتونه از دیگه یاد میگیره، بسیار چیزا را یاد میگیره. حتی بسیار در حدیث صحیح هم است که کسی که به مو اندازه برش علم رسید به مو اندازه مکلف است، میشه وقت نداشته باشه تلاش کنه. یک حدیث صحیح در بخاری است که مشهور است در ارتباط همین جهل و کم علمی. کسی هست ما وقتی که میموره میترسه از عذاب الله، میگه تو یک کار بکو که من میترسم از عذاب الله، من که مردم مرا در بده.
و درم که دادی با زمی خاکستر مره بگی در یک بحر یک جای پرتو که بیخی گم شد. و خاطری که اگه الله سر ما قدرت پیدا کنه باز دیگه مرا تو یک عذابی بته که من برداشت و عذاب ندار. فهمیدین؟ میگه من که مردم مرا در بتین، بعد از او خاکستان ما در یک دریای جای پرتین که دوباره الله مرا زنده کرده نتانه. اگه الله مرا زنده کرد باز دیگه و عذابی که در قیامت ما بسیار گناه کردیم و عذاب چطور جواب داده بتان هیچ ما زنده نشد. و این وصیت کرد به اولادش. این حدیث در بخاری است. این چی فکر میکرد؟ این فکر میکرد که اگر در بگیره یک انسان خاکستر شود الله را زنده کرده نمیتونه، ولی در حدیث بخاری میاد که الله در روز قیامت می آدم زنده میکنه که تمی خاکستر کرده او انداخت. میگه تو چطور این گپ زدی که مرا تو کنین که الله اگر توانایی پیدا کنه سر مرا تو چی میکنه؟ چطور این گپ تو گفتی؟ بازو میگه یا الله اینی اخاف، یا الله ما ترسیدم، ما از تو ترسیدم، من عذاب، از عذاب ترسیدم به این خاطر. باز الله میگه من تو را بخشیدم تمام گناهیت. نسا کنین با وجودی که اینجا علم نداشت اما قدر تلاش کرده ولی دیگه اما قدر فهمیده الله او را بخشیده. و این میشه جهل است. و این جهل اگر که در عقیده هم است الله می آدم بخشش کرده کیست. فهمیدین؟ می تو یک حدیث هم است که یعنی یک کسی که نو ایمان باشه و میگه پا او را الله و در ایمانش چی کدام ضرری نیست که ما او را بگویم که چطور. پس حاجت تعویل نیست. هل یستطیع هم معنای خودش است. اینا گفتن آیا توانایی داره؟ اینا میفهمیدن که این کار را میکنه این کار را کده میتونه. قالوا گفتن اینا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. اینا گفتن نريدو وقتی که عیسی السلام گفت اتقوا از الله بترسین اگر ایمان دارین، قال اینا گفتن نريد ما اراده داریم، هدف ما هیچ چیز نیست که شک کنیم، ناکل منها اینکه بخوریم از این دسترخوان به خاطر که به برکتش حاصل کنیم. و تطمئن قلوبنا و دلهای ما مطمئن شود، یعنی ایمان ما خوب قوی شود زیاد شود. میخوایم ایمان ما قوی شود، ایمان خواست. و نعلم و خوب علم ما زیاد شود ان قد صدقتنا، این که تو به ما راست گفتی در توحید در رسالتت. و نکون علیها من الشاهدین و شاید ما به بالای زمین آمدن دستارخوان من الشاهدین از جمله خبر دهنده به دیگران، گواه و شاهد به نبوت و رسالتت. یعنی سعی که اینا 4 هدف بیان میکنن، 4 فایده را میگه. ما که چیز میخوایم میتونیست که ما یعنی یقین و باور نداشته باشیم، این را خود داریم ولی بعض اهداف دیگه داریم. حالی که گفت گفتیم که حالی استطیع هدف ما ایست که یعنی می کار صورت بگیره. آیا ربی کار کده میتونه، یعنی کسی میفهمه که اینی کار میتونه ولی یک کار ای تو میکنه که باشه میشوه. فهمیدین؟ مثل که یک وزیر میگه که تو میتونی این کارا بکنی، با وجودی که میتونه او را سر چیز میاره، ترغیبش میکنه، سر غیرت میارش که می کار شوه. اینا گفتن هدف از این سوال ما این نیست که یعنی ما شک داشته باشیم در قدرت الله، اراده داریم ان ناکل منها، اینکه بخوریم. ابن عطیه در المحرر الوجیز میگه که ناکل منها و اینجا معطوف علیه محذوف است، لننال من برکتها، تا اینکه برسیم از برکتش. هدف خوراک خالی هم نیست یک بخوریم، خب زیاده، یعنی هدف است که از آسمان می یک برکت حاصل کنیم. یک و دیگه ای که و تطمئن قلوبنا، مطمئن شود دلهای ما. مطمئن چی؟ یعنی قوی شود، محکم شود، ثابت شود قلبهای ما با ایمان. ایمانی که در قلب ما خوب محکم پخته شود. چرا یک علم استدلالی است که ما مثلا حال به مشاهده ای که استدلال میکنیم از مخلوق خالق میشناسیم، میگیم این چیزا رو پیدا کرد. یکی بالمشاهده است. علم استدلالی با مشاهده و عینی یک جا شد، این قوت ایمان است. واقعا یک چیز یکی استدلالی است، گپ است، خبر است، یکی دیدن است. مثلا ما شما جنت جهنم ندیدیم نه و از دیگه، ولی اگر ببینیم بسیار فرق میکنه.
وقت بسیار سر ما تاثیر میاره، عمل ما بسیار محکم میشه، ایمان ما، اعمال ما زیاد میشه. زیرا ایمان که زیاد شد عمل زیاد میشه. حال ما شما به دوزخ و جنت باور داریم ولی مثل مشاهده نیست، بلکه این ثابت است. بعضی کسا میگن که انبیاء علیه السلام ایمانشان مثل مشاهده بود، خاطر که بعضی انبیاء بسیار چیزا رو میدیدن دیگه، نه؟ و جبرئیل هم میدیدن، ما ملائکه رو ندیدیم، نه؟ اگر ملائکه رو ببینیم بسیار قوی میشه. و می خاطر ایمان رسول الله هم بسیار قوی محکم بود، ثبات داشت، نه؟ هر قدر مصیبت که سرش می آمد چرا بی تاثیر بود؟ خاطری که دیده بود، بچه‌ش میدید بسیار چیزا وحی برش میشد. و صحابه هم ایمانش قوی بود به خاطر که اونا هم وحی را میدیدن. حتی جبرئیل هم به شکل مختلف می آمد، نه؟ بعضی اخبار غیبی که الله خبر میداد، مثلا غلبت روم مغلوب شد و من بعد غلبهم سیغلبون، اینا بعد از شکست غالب میشن. این صحابه به چشم دیدن. سیهزم الجمع و یولون الدبر در مکه الله نازل که زود جماعت کفار شکست بخوره پشت بگردانه. صحابه گفتن این چی حالت کی می باشه؟ دیدن در جنگ بدر. یعنی بسیار گپایی که از غیب آینده خبر میداد اینا به چشم میدیدن. و می خاطر ایمان صحابه بسیار قوی و ثابت. ما و شما هم بعضی چیزا را، قدرت های الله را میبینیم که ما را نصرت میکنه، یکم در برابر کفار اینا ای باز ایمان ما را قوی میکنه یا دعای ما قبول میشه، یکم چیزا ولی به اندازه اونا نیست، به اندازه اونا نیست. به می خاطر که چیزا ببینه انسان بسیار ایمانش قوی میشه. مثل که الله بر ابراهیم علیه السلام میگه که وکذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما نشان دادیم به ابراهیم علیه السلام ملکوت، عجایبات آسمان ها و زمین را، تا اینکه شود از جمله موقنین. رسول الله صلی الله علیه و در شب معراج که رفت جنت دید، جهنم دید، با کل انبیا ملاقات کرد. آسمان ها و دیگه اینمی چیزا را یعنی انسان که میبینه و این باز ایمانش خوب محکم میکنه، زیاد میسازه. ایمان زیاد شد این بسیار عمل خود صحیح میشه. قالو گفتن اینا نورید ما اراده داریم که بخوریم برکت حاصل کنیم و مطمئن شود، محکم شود دلهای ما و نعلم خوب بدانیم، علم زیاد، حالا علم داریم خوب یقین پیدا شد ان قد صدقتنا، این که تو راست گفتی به ما. در چی؟ در بیان توحید و رسالت، این که تو رسول هستی و این گپایی که میگی حق و راست است، غیر از الله معبودی نیست، این به ما زیاد شود. همی علم ما در گپای تو، در صداقت تو زیاد شد. وقتی که این معجزه را از تو ببینیم باز کل گپای تو را تصدیق میکنیم، علم ما زیاد میشه، یقین ما زیاد میشه. و دیگه ای که و نکون شویم علیها، به می دستارخوان، به می معجزه ای که ما خواستیم، من الشاهدین، از جمله شاهدا که به دیگرها شاهدی بتیم که ما دیدیم، شاهد شویم، به چشم بگویم ما دیدیم، نه؟ و دیگه این که از جمله خبر دهنده ها با بالای دیگرها خبر بتیم یا شاهدین بیان کننده که ما به چشم دیدیم، شهادت بتیم. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. در آیت 114 الله و عیسی علیه السلام بیان میکنه که با الله عجزی کرد. عیسی علیه السلام معجزه به اختیارش نبود، با الله رجوع کرد. قال گفت عیسی ابن مریم فرزند مریم اللهم یا الله ای معبود، ربنا ای رب ای خالق، انزل علینا پایین بکو به بالای ما، نازل کو پایین بکو، مائدتن یک دستارخوان که دو غذا باشه، من السماء طرف آسمان، تکونو که شود امید دستارخوان لنا برای ما عیدن، عید یک روز خوشحالی شود، لاولنا برای اولین ما کسایی که حاضر است، و آخرنا برای کسایی که بعداً میاد، و آیة منک و آیة و یک نشانه قدرت شود منک از جانب تو، و رزقنا و رزق بده به ما، و انت خیر الرازقین و تو بهترین رزق دهنده هستی، یعنی بدون سبب یا الله. امیرا سعی کنین عیسی علیه السلام اله نیست، عاجزی میکنه با الله، معجزه به اختیارش نیست، با الله رجوع میکنه. خب سعی کنین عیسی علیه السلام گپشان قبول کرد. اول که گفتن که هل یستطیع ربک قال اتقوا الله، از الله بترسین. چی میگین؟ ایمان دارین ندارین؟ در ایمان شما شک پیدا شد. وقتی که اینا 4 هدف بیان کردن، نرید ان ناکل منها
و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا و نكون علیها من الشاهدین. باز عیسی علیه السلام فهمید که هدف از اینا شک و شبهه نیست، اینا هدف صحیح داره، خیر این هدف صحیح است. عیسی علیه السلام قبول کرد، حالا به الله رجوع میگه یا الله. اینا یکم تا که میگه عیسی علیه السلام چقدر معجزات داشت ولی در هر کارش محتاج به الله. حال مردم های بی مشرک دیگه نه عقیده شرکی آمده یک پیر و یک آدم بعدی را یا یک صحابی را چی جور میکنن، نه چی چیزایی از جور میکنن که تو اختیارات داره، کی داره، این میته او میته، اولاد میته، این میته، چیزی که می تصرفات کائنات و زمین و آسمان است کلش به مرده میته. زنده هم نی مرده، که زنده بود هیچ به اندازه خودش زور داره، که مرد کل اختیارات زمین و آسمان پیش مرده میره. ایران میمانی عقیده را نی. عیسی علیه السلام که مردار با حکم الله زنده میکرد ولی اختیار نداره. حالا گفت عیسی ابن مریم، عیسی فرزند مریم، اللهم یا الله سک در دعا که هست اسماء و صفات الله را یاد کن. اللهم ربنا اینجا وسیله کرد عیسی علیه السلام اسماء و صفات الله. چی را وسیله کرد؟ یک توحید الوهیت. اللهم چی معنی؟ ای معبود برحق، ای ذات که عبادت میشه، ای اله. اللهم بسیار حدیث است که دمی خود اسم اعظم دمی اللهم است. اللهم یا الله ای معبود برحق، ذاتی که عبادت و اطاعت فقط از تو است، حقدار عبادت بندگی. یا اللهم ای حاجت روا، ای مشکل کشا. ربنا ای رب، رب ای خالق، ای رازق، ای مالک، ای متصرف. توحید ربوبیت وسیله میکنه. این دو چیز بسیار مهم است. توحید الوهیت مستلزم توحید ربوبیت. ای رب، ای خالق، ای رازق، ای متصرف کائنات. انزل پایین بکو علینا، انزل پایین بکو یعنی ما عاجزی میخوایم، طلب میکنیم از تو نزول را، علینا و بالای مائدتن یک دستارخوان من السماء از طرف آسمان که دو غذا باشه، یعنی از بالا بیا، بی سبب بیا. تکونو که شود امی آمدن دستارخوان بعضی یا امی روز مائده لنا برای ما عیدن، عید روز در لغت به معنی بازگشت و خوشحالی را میگه. و این را عید میگن مثلا ما که میم عید رمضان و عید قربان، عید سعید اضحی و عید سعید فطر، به خاطر که 2 بار در سال بازگشت میکنه، از عود به معنی بازگشت. اینا هم گفتن عید روز خوشحالی ما، و این برای اینا خوشحالی عید یعنی بار بار با ما خوشحالی را بیاره، بار تا که دستارخانه لأولنا برای اولین ما، اولین که ما هستیم، اول یعنی ما کسایی که اول هستیم ایمان آوردیم به با ما یک روز خوشحالی باشه، یک روز جشن باشه. و آخرنا آخرا کسایی که بعد از ما میاین، یعنی دا امت میاد عیسی علیه السلام میگه تا یک حدی را. هدفشی بود که این دستارخوان جاری پیدا کند، جریان تا یک حدی، یعنی تو یک دفعه یا دستارخوان که نانش آمد خلاص نشه، امی تو باشه دیگه، خورده برای مردم دمو وجود داشته باشه تا یک حدی را جریان پیدا کنه. یا ای که با اول استفاده کنیم آخر ما شاهد باشه برش، دلیل معجزه باشه با آخرین. ایتونه که اون جریان پیدا کنه، هم یک دفعه که آمد ما استفاده کنیم خلاص با آخر ما خوشحالی است که ما با اونا خبر میدیم. و آیتا منک، و آیتا و یک نشانه قدرت باشد، منک از جانب تو، به حقانیت به قدرت تو و به توانایی تو، و ای که یک نشانه باشد از جانب تو به تصدیق رسالت ما، که من رسالتم تصدیق شد. ورزقنا و رزق بده به ما یا الله، یعنی بدون سبب، بعضی هم یه توفیق بده. و انت خیر الرازقین، تو بهترین رزق دهنده هستی. رازق سه که مخلوق هم گفته شد، رازق یک کسب کننده، کسی که اسباب رزق آماده میکنه، این را هم رازق گفتم، یعنی تو بهترین کسایی هستی که اسباب رزق آماده میکنی یا الله. ولی رزق که به معنای از عدم به وجود آوردن، مثلا دانه را کلان کردن، این کار الله. دانای رزق ما شما گندم، جو، جواری، لوبیا، نخود، برنج میپرتیم، این کی بلند میکنه؟ الله. این هیچ کس نمیکنه، غیر از الله هیچ کس نمیکنه. اگه الله نکنه خلاص هیچ کاری نمیشه. و رازق که باران از طرف آسمان بیاد، این غیر از الله کسی نمیتونه. اصل رازق اسباب رزق الله پیدا میکنه، اصل رازق الله است، اسبابش هم جور میکنه. اما
ولی حال عقیده مردم است میگه امریکاست. نه اگه این نباشه خلاص مشکلات چی میشه؟ نان چطور میشه؟ آرد و روغن و برنج چطور میشه؟ کلی نمی میگه که امریکا را ما از گشنگی میمریم. نه هیچ عقیده شرکی هستم. و می خاطری را میگن نرو که زندگی ما خراب میشه. حالا میگه من میرم میلایم بته، میگه نه نرو دم به شما کم کنه. خب این دعا را کرد. الله برش در جوابش چی میگه؟ در جواب دعا عیسی قال الله انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. الله برش جواب داد. قال الله گفت الله اینی بدون شک من منزل و نازل کننده اسمی دستارخان را علیکم به بالای شما. فمن یکفر هر کسی کافر منکر شد بعد و منکم بعد نزول دستارخان منکم از شما کسایی که خواستین فانی بدون شک ما اعذبه عذاب میتم شخص را عذابا ایتو یک عذابه لا اعذبه که ایتو عذاب نداده باشم احدا من العالم یکی از مخلوقات را. اگر دستارخان آمد الله اجازه کنین اجابت دعا را گفت قبول میکنه ولی تخویف هم بیان تهدید. اگر بعد از نزول دستارخان شما معجزه دلخواه طلب کرده اگر کسی کافر شد ای تو عذاب بیتم که هیچ مخلوق تو عذاب ندید، یعنی شدیدترین عذاب. این قانون الله است. مثل که صالح علیه السلام نه قومش گفت که شطور از چیز بیرون کو، وقتی که را بیرون کرد ای تو عذاب دادشان هلاک شدن، عذاب ابدی را. و عذاب الله که باید به قهر و غضب بیاد و ای که معجزه بیا انکار کنی کافر میشی، با بعد از او که عذاب بیاد دیگه ابدی است. الله نجات. دنیا هلاک میشی، بعد از او به جهنم رفتن. دیگه هیچ روز خوشی را روز آرامش نمیبینی، بسیار خطرناک میباشه. الله گفت که من نازل میکنم دستارخانه به بالای شما. خب این دیگه تفسیر زیاد نداره ولی یک چند گپ داره که آیا این کار شد یا نه. سوال اینجا که آیا وقتی که الله این آیت گفت که من نازل میکنم ولی اگه کسی کافر شد، یعنی اینو ده سوال الله جواب داد ولی مشروط به شرط. اگر منکر شده نی توی یک عذاب داره، آیا یا بازم خواستن که خیر است ما نمیشیم؟ اینجا الله یک شرط تمام به شرط نازل میشه که اگر کسی انکار کرد عذابش شدیدترین است. آیا یا دوباره خواستن که خیر است یا الله اگر ما انکار کردیم اما عذابم قبول داریم؟ سوال. در جواب ازی یکی امام مجاهد شاگرد عبدالله بن عباس و دیگه حسن بصری یا تابعین است و مجاهد تابعین بسیار بزرگ. میگه ما حرف قرآن مجاهد میگه با عبدالله بن عباس پیش کردیم. حرف میگه می تو دیر شدم و او را گفتم که چی معنا. خب عبدالله بن عباس خود ترجمان قرآن، رئیس المفسرین. مجاهد در تفسیر خوب است، یعنی بسیار معتبر است گپاش. خود جایی که با صحیح از عبدالله بن عباس دیگرها باشه ترجیح پیدا میکنه، ولی اگر دیگه کس از تابعین بیاد از عبدالله بن عباس کدام روایت نباشه روایت مجاهد ترجیح داره، خاطر که بسیار سقام است. خب این میگه که حسن بصری که وقتی که الله این تهدید بیان کرد اینا منصرف شدن، گفتن نه یا الله نه گفت تو اگر باشه نشوه که ما کدام گپ در دل ما نه قبول نکنیم، شیطان است نه کدام وسوسه نشه، ترسیدن. خب به می خاطر میگه دستارخان نازل نشده، اید نازل نشده به بالای قوم عیسی علیه السلام، به بالای حواریون. دلیلش چیست؟ از این گپ میگه دلیلش چیست که اینا در تورات در انجیل خودان از دستارخان یاد نکردن. نه دیگه گپا هست، گروت هست بعضی واقعات، ولی این واقعا نیست. واقعی که دستارخان آمده یا غذا استفاده کرده باشه. دیگه گپا هست، مرداد زنده کردن، بسیار چیزای دیگه هست، این نیست. فقط این می دلیل داره. ولی ابن جریر طبری چون از جمله مفسرین بسیار بزرگ است و در تفسیر روایت بسیار قوی است، مجتهد هم است، بسیار روایت های صحیح را میاره. میگه که نه این جواب صحیح نیست و جمهور اهل علم از عبدالله بن عباس دیگر روایت است که دستارخان نازل شده. اینا که ایگه پشونیدن گفتن نه ما چرا ما که را ببینیم خو انکار نمی کنیم، نازل کوی الله. صحیح کسی انکار کرد اما عذاب. بازو میگه که و انتخاب کرده ابن جریر می قول دوم و جمهور مفسرین کلن میگه غیر از مجاهد
دیگه، یعنی تابعین، قتاده دیگه و عبدالله ابن عباس، یا کل از اینا میگن که دستارخوان نازل شد. اینا قبول کردن که یا الله اگر ما انکار کردیم عذاب بده، یعنی ما این شرط هم قبول داریم و دستارخوان هم میخوایم، دستارخوان از آسمان بیا که دو غذا باش. بعد از این الله این را نازل کرده. و یک روایت امام ترمذی در کتاب تفسیر آوردگی است که مرفوع که رسول الله میگه دستارخوان آمده، ولی اکثر باز میگن او روایت از عمار رضی الله عنه آمده موقوف است. روایت موقوفیه که صحابه خودش نقل میکنه، یعنی متصل به رسول الله صلی. موقوف روایتی رو نمیگه که قال رسول الله، میگه خودش میگه که دستارخوان آمده. خود صحابی هم که بگه دستارخوان آمدگی است، بسیار احتمالی می باشه که از رسول الله صلی شنیده، زیرا کار غیبه، غیب از غیب صحابه گپ نمیزنه که از پیش خود گپ بزنه. و دیگه ای که یک حدیث دیگه هم است که از امام احمد و مسند احمد ابن حنبل، در این حدیثی است که وقتی که الله برشان گفته بود یک شرط دیگه هم که دستارخوان میه، عیسی علیه السلام گفت ذخیره نکنید، استفاده کرده برین هر روز، ولی ذخیره پشت خود نکنید. میگه دستارخوان نازل شد، در این چی بود؟ نانم بود. خب نانی که از آسمان دیگه چقدر لذت من بوده، و گوشت هم بود، گوشت مختلف بود، مختلف پرنده و هر چیز، بهترین گوشت می آمد و دائم بسیار تا بسیار وقت می آمد. اینا را گفت ذخیره نکنین، همیشه که آمد بخورین برین پناهتان، باز که آمدین سر دستارخوان بشین، در پشت پلاستیکا و یا پرکدکت خود نبرین. اینا چی کردن؟ اینا ذخیره کردن، گرفتن چیزی در پلاستیک، چیزی در جیب خود، در چیز انداخته می بود، نگاه میکرد، او بوی میگرفت. بعد از او امی کسایی کی کار کردن، خب نفر زیاد بود دیگه در قوم عیسی علیه السلام، بسیاریش نکردی کاره، بعضش هم کار کرد، اما بعضی کرد عذاب آمد، از اینا شادیا و خنزیرها جور شده. الله عذاب بالایشان آورد. بعد چند وقت بودن چهرهایشان تغییر خود، شادی و خنزیر، چند وقت مرگشان به جهنم، یعنی اینا یک جرم کلان انجام دادن. اینا سعی کنین که، ولی چرا از این واقعه را پنهان کرد؟ این مفسرین این را میگه به خاطر پنهان کردن که یک شرم بود برشان، چون که یا مسخ شده بودن، چهرهایشان تغییر خورده بود، خودشان از کتاب خودی را کشیده بودن که بدنامگیز به ما که ما به خاطر نان خوردن مسخ شدیم، نه یک قیش کمبو بودیم که ذخیره هم کردیم. و یک قباحت است که ما را مردم بد میگه، مثل که واقعی یوم سبت یهود انکار کرده بود. یوم سبت که روز شنبه الله گفت ما را شکار نکنین، اینا کردن و فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، شادیای ذلیل شدن، نه او را وا پنهان کرده بودن به خاطر رسوایی. و الله میگه در قرآن در سوره بقره ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، بدون شک شما میشناسین کسایی را که تجاوز کرد در روز شنبه. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، برشان گفتیم که شادیا شوید. پس اصلیس آمده، بعضش او تو کرده و عذاب با بالایش آمده. خب و امیر روایت ترجیح داره. یک چیز است که عید کدام بود؟ بعضی میگن عید می روز یک شنبه بوده، ولی گپ صحیح نیست. در حدیث صحیح میاد که الله برامو یهود نصارام گفته بود که روز جمعه است، روز خوشی و روز رخصتی شما، ولی اینا یهود شنبه را انتخاب کرد، نصارا یک شنبه، از پیش خود کرد مخالف هدایت الله. الله مسلمانان را هدایت داد که جمعه را انتخاب کردن، یعنی یک شنبه ای تو یک چیز نبوده. بعضیا میگن روز یک شنبه بوده، روز عید زیاد، روز رخصتیشون، روز خوشحالیشون است، مخالف حدیث صحیح است. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهید. آیت 116 در آیت الله ای اعاده است، بازگشت است با آیت 110. در 110 الله بر عیسی علیه السلام در روز قیامت گفته میگه اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک، این با مو ارتباط داره. این را بعد عهد میگن که و اذ قال الله، وقتی که میگوید الله از برای عیسی ابن مریم، یعنی در روز قیامت میگوید. قال به معنای یقول است.
و قبلا هم گفتیم که آیا قال به معنای خودش است. بعضیا میگه که بعد از اینکه الله عیسی علیه السلام در آسمان‌ها بالا کرد، بعد از او قال باز به لفظی است که دلالت به گذشته میکنه، وقتی که گفت الله عیسی ابن مریم. ولی اصل راجی است که در روز قیامت الله را بیان میکنه برش. و از قال الله، وقتی که میگوید الله از برای عیسی فرزند مریم، انت قلت للناس، آیا تو گفتی از برای انسانها اتخذونی که مرا بگیرین و امی مادر مرا الهین دو معبود من دون الله بغیر از الله. قال میگوید عیسی سبحانك، پاک هستی توی الله از شریک، دیگه کس حق دار عبادت شو با تو شریک شو در عبادت. از ولد یا ما یکون لی، نیست جایز از برای ما ای ان نقول این که بگویم ما آن چیزی را لیس لی که نیست از برای ما به حق، یعنی ما مستحق از این نیستم که ما معبود شو. ان كنت قلته فقد علمت، اگر بالفرض گفته باشم تو میدانی یا الله. تعلم ما فی نفسی، به خاطر که تو علم داری آنچه که در نفسم است، ولا اعلم ما فی نفسک، و من نمیدانم آنچه که در نفس تو است. انک انت علام الغیوب، بدون شک تو بسیار عالم هستی به غیب. خب عیسی علیه السلام الله در روز قیامت استاد میکنه کل امتیاش است. هدف اینجا دلیل الزامی است، دلیل الزامی است به بالای کسایی که دعوا کردن که عیسی ابن الله است، و یا حتی گفته بودن که عیسی به ما گفتگیست که ما را اله جور کنین، مادر ما جور کنین. افترا کردن به بالای عیسی. الله در روز قیامت عیسی را میگه که تو گفتی مردم که مرا معبود جور کنین، مرا عبادت کنین، حاجت را و مشکل کشا بدانین، رکوع سجده کنین و متصرف کائنات آسمان ها بگردانین. توی گپ گفتی؟ مثل که در سورت آل عمران ما شما خواندیم، در اونجا میاد که ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. بر بشر، هیچ بشر جایز نیست که الله برش با کتاب هم بتا و پیامبری هم بتا، باز بر مردم بگوید کونوا عبادا لی، شوین بنده های ما، عبادت مرا کنید. ولکن کونوا ربانیین، لیکن اونا میگن فقط رب عبادت کنین، الله را عبادت کنین. میگه عیسی علیه السلام، بعضی مفسرین میگه که در روز قیامت میگه عیسی علیه السلام میلرزه، لرزه در بدنش میاد که جواب بچه توی که تو آیا گفتی مردم های بسیار خطرناک. میفهمه عیسی علیه السلام کسی گپ بگوید جزایش جهنم است و نجات پیدا نمیکنه. انت قلت للناس، آیا تو گفتی، سوال است از برای انسان ها، همون انسان هایی که بود در وقت، اتخذو جور کنین مرا و امی مادر مرا، یعنی تو مادر داری مخلوق پیدا شدی، الهین دو معبود، دو اله. این از جمع فهمیده میشه که مادرش عبادت شده، اله شده، معبودی که عبادت و اطاعت حاجت را و مشکل کشا. تو گفته بودی من دون الله بغیر، دون بمعنی غیر. اینجا غیر استقلالا است، یعنی تو که بغیر از اللهی که هم الله را عبادت کنین هم مرا، یا الله را عبادت کنین فقط الله را عبادت نکنین فقط مرا عبادت کنین. یعنی الله حقدار عبادت نیست، یک معنی. یا معنی دیگه که هم الله را عبادت کنین، هم الله هستم، معبود هستم، اله هستم و هم الله هست. توی گپ گفتی؟ قال میگوید عیسی سبحانک، پاک هستی تو یا الله، یعنی از اینکه شریک حقدار عبادت دیگه کس به امرای تو در عبادت شریک شود، از اینکه اولاد از تصرف که دیگه کس متصرف باشه. سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم. در حدیث که میاد کلمتان حبیبتان بسیار الی الرحمن، بسیار الله را دوست داره، به زبان سبک است و وزن عمل بسیار ترازو را گرنگ میکنه. سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم، به خاطر دی کلمه توحید. سبحان الله، پاک هستی توی الله از هر نوع شرک، از اینکه کسی معبود باشه غیر از تو، از اینکه توانایی ضعیف باشه یا دیگه کس متصرف باشه در کائنات، از کل نمی صفات نواقص شرک. ما یکون لی، یعنی ما یتصور، جایز نیست برای ما، متصور نمیشه از برای ما، این تصور نمیشه. ان اقول، این که بگویم ما آن چیزی را لیس لی بحق، که من مستحق از اون نیستم، چیزی که من مستحق نیستم، یعنی من بنده هستم، عاجز هستم، من چطور این گپ بگویم؟ بعضی میگه پیر صاحب میگه ما خودم هستم، نه ان الله مرا عبادت کنی. وای وای، عیسی علیه السلام میگه من مستحق از این گپ چطور باشم؟ ای تو پیرای کافر مرتد است، میاله است، میگه عبادت مرا کنی، میاله است، این فعلا است، این فعلا دمی که دمی افغانستان در هر جای است، میگه مرا عبادت کنی. حالا میخوای به الله برسی، این مرا عبادت کن، خلاص من شما رو میرسم.
ای کفر شرکیات مریدی و پیری. به می خاطر مرا مریدی و پیری بسیار بدم. باز میگه این کنتو، اینجا سوال پیدا میشه که گفته باشی یادت رفته باشه. نه میگه این کنتو قلتو، اگر بوده باشم من در دنیا گفته باشم فقط علمت، بدون شک تو عالم هستی، تو میدونی اگر من این گپ گفته باشم، یعنی تو از علم خبر داری. وقتی که در علم تو این گپ نیست، از این فهمیده میشه که من نگفتم. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. چرا؟ الله را میگه تو زیرا تو عالم هستی آنچه که در قلبم است، در دلم است، تو با او میدانی. حتی میگه که یعنی من تصوری را نکردم، اگه تصورش هم کرده باشم که من اله هستم، تو از این تصوراتم هم خبر است، تو میفهمی. ولا اعلم ما فی نفسک، و ما علم ندارم با آنچه که در نفس تو هست یا الله. سعی کنید نفس نسبتش به طرف الله شده و این بر الله نفس ثابت است. نفس به معنای ذات است. در نفس تو، در ذات تو چی است ما او را نمیفهمم. بعضی هم میگه ما فی نفسک، نفس به معنای ما فی علمک، آنچه که در علم توست، آنچه که در غیب توست، آنچه که تعویل میکنه. آنجا تعویل نیست، الله نفس داره. حالا حیاتش قبول داری یا نه؟ همین کسایی که تعویل میکنه همیارا میگم حیات داره، بله. علم داره، چه قسم است؟ مچو. خب این همین نفس هم داره، خلاص. نفس هم داره، کیفیتش نمیفهمه. قسمی که حیات داره ما باور داریم که الله حیات داره، قدرت داره، کیفیتش نمیفهمیم چه قسم. نه همین تو نفس هم داره دیگه، چرا تعویل میکنی؟ کی تو راست؟ آنچه که در نفس توست الله بر خود نفس ثابت کرده، من نمیفهمم. میگه این عزیز دیگه عاجزی خدا بیان کرد که ما علم و عالم الغیب هم نیستم. انک انت علام الغیب، بدون شک فقط تو عالم هستی، خوب ما غیب دان تو هستی، ما غیب نمیفهم. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم، نگفتم من برای از اینا مگر آنچه که تو امر کردی یا الله به با او چی بود تو مامور؟ ان اعبدوا الله، این که عبادت، بندگی، اطاعت فقط از الله کنید. ربی که رب ماست، معبود ما و خالق ماست، و ربکم و رب معبود خالق شما. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، بودم ما عیسی علیه السلام میگه علیهم به بالای زمین قوم خود شهیدا، گواه بودم، حاضر بودم، ما دمت فیهم، مادامی که در بینشان ما زندگی میکردم، تا وقتی که من در بینشان بودم گواه بودم. فلما توفیتنی، هر وقتی که مرا بلند گرفتی، پورا بلندم کردی به طرف آسمان یا مرگ آوردی، کنت انت الرقیب، تو بودی به بالایشان نگهبان، علیهم به بالای زینا، و انت علی کل شیء شهید، تو به هر چیز حاضر هستی، خبردار هستی، عالم هستی. سعی کنین دیگه جواب دراز گفته رئیس چقدر بار صاف گفته میره. نه اگر نه مقام که میشد که پاک است ما یا الله نگفتیم، نه میگم من نگفتیم، ولی سعی کنین چه قسم جواب داده رئیس. نه ما قلت، من نگفتم، لهم از برای از اینها، الا ما امرتنی به، مگر آن چیزی که تو امر کردی مرا با آن، مأموریت خود انجام دادیم. او چی بود؟ ان اعبد الله، این که عبادت ها، بندگی را، رکوع را، سجده را، اطاعت و فرمانبرداری را مختص کنین به الله خالص. کدام الله؟ ربی که رب ماست، خالق ماست، معبود ماست، و ربکم رب شما ماست. این ذات هم عبادت شما، هم معبود من است، هم از شما. ما فقط امیر گفتیم. و کنت علیهم شهیدا، ما بودم با بالای از اینا گواه، ما دمت فیهم، یعنی تا که ما حاضر بودم در بینشان حیات داشتم، میفهمیدم، شهید بودم، خبردار بودم، علم داشتم. وقتی که مردیم دیگه من هم میفهمیدم. این میکنه که بعد از مرگ من از امتم خبر نیست چی گپ شده. دیگه این گپ الله از این سوال به این خاطر میکنه که یک دلیل الزامی باشه، دیگه ای که یا بفهمن که عیسی علیه السلام بعد از مرگ خبر نداشته از اینکه چه حالات سرشان تیر شد. فلما توفیتنی، هر وقتی که تو مرا توفیتنی یعنی مرا پورا گرفتی، پورا گرفتن این که جسم و روح یعنی در آسمان آوردی، یا روح ما گرفتی جسم یعنی مرگ آوردی، هر دویست اینجا عام است. هر وقتی که مرا پورا گرفتی یعنی در آسمان آوردی. کنت انت الرقیب، تو بودی با بالایشان نگهبان، علیهم با بالای نگهبان، حافظ که یا چی شدن. این بعد از این دیگه من خبر نداشتم که مردم چی کارا کردن. و انت علی کل شیء شهید، تو بر چیز عالم هستی. شهید حاضر ناظر، حاضر ناظر و شهید عالم هم میگه. با بالای هر چیز حاضر است، ناظر است، میبینی صفت الله. کسی صفت به مخلوق میته مشرک میشه. برای علوی ها خود حنفی میگیرن، حنفی است، ناره رساله
یا رسول الله. در پاکستان اینجا هست یک عقیده شرکی را جور کردن، میگه ما عاشقان رسول هستیم، یعنی از محبت افراد کرد به عشق. عشق سببش چی شد؟ پیامبر حاضر و ناظر در هر جا، هر جای میگه، در جای، حتی جسمن حاضر و ناظر. خب دمدهی مسجد هم وقتی که نماز میخونه جای نماز برش میمانه، اینجا ماست اونجا ماست اونجا، یعنی یک لگ مسجد، 1 میلیون مسجد در دنیا، 1 میلیون جا پیامبر است. خب در هر جای است، این عین صفت الله در هر جای بودنش. این که اگر در هر جای باید چند جسم هستی، یک قدرت داشت، چرا کافره را در جنگا دهنش شهید شده، چقدر مصیبت ها دید، نه؟ این چقدر بیدین مردم هست. یعنی چی بود؟ محبت افراطی. و می خاطر رسول الله هم گفته بود لا تطرونی که ما اطرت النصارى، می ترسید. یعنی حدیث بخاری است که مبالغه در حق من نکنین، قسمی که زیاده روی کردن نصارا عیسی ابن مریم بلند کردن. قولوا عبدالله، بگویم بنده الله رسولش، و انا عبدالله، ما بنده و رسول الله است، مزی بالا نیستم. علی را زدن چی جورش کردن؟ اله جورش کردن، هر جای است. اگه کسی بگه نیست، وای میگه بیادبی کردی در حق پیامبر، دوستش نداری، مشرک کافر، تو که کفر و شرک میکنی. خو یا اگر عیسی علیه السلام بگه پیامبر و انسان است، میگه بیادبی کردی عیسویا. ایره ابن الله نمیگی، خدا نمیگی، این خدا بود تو ایره به انسان گفتی، و ما میگه پا میزنن. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اگر عذاب بدی اینها را یا الله، ای بندایت است، اگر ببخشی تو غالب هستی صاحب حکیم. سعی کنین وقتی که الله برش میگه که اینا خوب بسیار عبادت کردن تو را، حال میفهمه که اینا مستحق عذاب شد، ولی اینجا سفارش نمیکنه عیسی علیه السلام، اینجا کار برای الله میسپاره. ان تعذبهم، اگر عذاب بدی اینها را یا الله، فانهم مستحقون، یا مستحق هستن عذاب. چرا؟ فانهم عبادک، این با دلیل، زیرا یا بندهایت هستند و اختیار مطلق پیش توست. و کسی که جرم جنایت انجام میده، این را خودت میفهمی که چه قسم جزا میدی، این بندهایت است، تو میفهمی کارت، اختیار داری. یعنی چی معنا؟ لا اعتراض علیک، اعتراض با بالای تو نیست، انتقاد با بالای تو نیست، زیرا جرم جنایت انجام داده. و ان تغفر لهم، اگر میبخشیم، کسی در تو چیز گفتن نمیتونه، فانک انت العزیز، زیرا تو غالب هستی، حکیم است، در کارت حکمت است. یعنی ما گپ زدن نمیتونیم، یعنی اختیار مطلق پیش داد، با وجودی که الله میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. الله میگه که این وعده را، یعنی تو گفتی که نمیبخشم، ولی اگه ببخشیم ما انتقاد نداریم. یعنی اگه جزا میتی ما تسلیم هستیم، اگه نمیتیم اختیار مطلق پیش خودت است. و امی تو رام است، اگر الله جزا میته عدلش است. خب اگر میبخشم منت و احسان و بخششش، یعنی هیچ کدام گپی نیست. یکی اگم تو میگه چرا کافر جزا میه، کافر بیدینا، همی اگم تو سوالا میکنن، نه کسایی که فلسفه را خوانده بیخی بیدین است. خب فلسفه را خوانده وحی قرآن را نخوانده، نه او چیزایی میگن چرا الله تو میکنه، چرا ای تو میکنه، چرا نمیبینه، نه اینطوره، سوال وارده، انتقاد وارده، انتقاد کردن میره. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظیم. وقتی که سالسا میگه پا را میزنه، قال الله، این روز قیامت میگوید الله هذا، این گپا یوم هذا، این روز یوم روزی است، ینفع الصادقین صدقهم، که نفع میرسانه با راستگو راستیشان. یعنی کسایی که راستگو چی معنا؟ کسایی که در دنیا راست گفتن، اینجا برشان نفع میرسه. اگر اونجا صحیح گفت، گپ دنیا با گپ آخرت برابر بود، صحیح است. کسایی که راست گفت در دنیا، یعنی عقیده توحید قبول کرد، ایمان، و اینجا گپ میگه این برشان نفع میره، نفع، ثواب، جنت، نعمت هاست. و اگر کسایی مثلا در دنیا مخالف عمل کرده، کفر و شرک گناه کرده، اینجا دیگه گپ میزنه، اینجا برشان نفع نمیرسه. یعنی صادق راستگو برش نفع میرسه. اگر کسی یه چیز دیگه را گفت، دروغگوست، به اون نفع نمیرسه. صادقین بعضی میگه که کسایی که شهادت دادن به عقیده توحید، عقیده کردن به رسالت و بانچه که الله وحی کرده بود، اینیا صادقینه، بر از اینا نفع میرسانه، صدقشان، یعنی عقیدهشان، باورشان، اعمالشان نفعی است که جنت و نعمت ها. لهم جنات، از برای اینا جنات از باغ هاست، تجری که روان می باشد، من تحتها،
از زیر این درختها و قصرهایش الانهار و نهرهای مختلف، آب و شیر و عسل و غیره. خالدین فیها، همیشه می باشند در جنت ها، ابدا همیشه. الله ما شما را برسان. دیگه بسیار نعمت هست، همیشه هم باشینی، هیچ کسی بیرونت نکن. سبحان الله. میخی یک نعمت بسیار بزرگ است، حدش انسان نمیتونه که معلوم کن. همیشه می باشه. واقعا کسی که در جنت رفت به آرمان ها و آرزوها همه چیز رسید. در این دنیا والله آرمان آرزوی چیز پورا نمیشه. هیچ دنیا چیه؟ آرمان دارم نه، آرزو دارم، دستم شاخ میره، تو میره. یکم تو که میگه اگه اینی کارم شد با دستم نرم میره، اگه این کارم شد دستم شاخ میره. اینی گپا. اینجا ما آرزوهای ما هیچ پورا نمیشه، خواستای ما نمیشه. الله دنیا رو امتحان جور کرده، نه که اینجا زندگی کو، اینجا تکلیف است، اینجا تکلیف برداشت کن، مطابق حکم اسلام عمل. دلش هر چی که شد. اینجا دنیا امتحان است، تکلیف. اونجا نعمت است، اونجا آرامش است. دیگه ولی یوم ینفع الصادقین، صدق، راست، آنچه که واقعیت است بگو، وحی است، اسلام است، تطبیق کو، اونجا باز برات این نعمت. اگر مخالف آنچه که الله گفته گپ زدی، کفر کردی، شرک کردی، گناه، معاصی و با کافرها دوستی کارا را کردی، باز از اون محروم میشی. الله ما و شما را با ایمان از دنیا ببره. بسیاری فتنه خطرناک. رضی الله عنهم و رضوان، رضی الله، راضی میشاد الله از اینا، راضی میشه، خوشنود، اعلان رضایت میکنه. سبحان الله. الله که بگه و مو حدیث صحیح میگه بعد از جنتی ها رو میگه که براتون چی بتم؟ میگه کل چیز است یا الله، دیگه چی؟ میگه یه چیز دیگر هم براتون اعلان میکنم که بعد از این راضی شدم، دیگه هیچ به بالاتون غضب نمیشه. او سبحان الله. هیچ غضب دیگه نمیشه، به خاطر که اونجا انسان گناه هم نمیکنه، هیچ گناه هم نه. و همی ذکر و عبادت الله به صورت طبیعی تکلیف نمیده. سبحان الله، الحمدلله، الحمدلله تو غیر اختیاری برآمده میره، مثل که نفس میکشیم نه، یعنی من قسم عبادت الله روان. یعنی در عبادت اینجا سبحان الله سبحان الله اگه 5000 مرتبه بگویم گشنه میشیم، به تکلیف میشیم نه، مجبور نان بخوریم یا جای بگردیم یا دیگه زبان ما نمیگرده. اونجا هیچ، اونجا می تو به صورت طبیعی روان است عبادت الله. دیگه رضایت الله بسیار مهم است. و رضو عنه، و اینا از الله خوشحال میشن، راضی میشن. چیزی که نعمت هست میگه یا الله دیگه هیچ، همه آرمانای ما پورا شده. دیگه الله ما و شما را در اونجا یک جای بسازه. چی نعمت های؟ میگه یک دوست، رسول الله صلی الله علیه و حدیث است، میخواد دوست خود ببینه، میگه او یک دوست داشتم، مثلا دوست ایمانی، در تفسیر کسیم بود، اینجا باز خبر حاصل میکنه، الله میگه فلانا جاست، میره میمان از اون میشه، او یکی میمانی در جنت دیگه چه چیزا آماده. الله ما شما را یک جای کنه، زیرا مرگ ما آمده نیست. اگه اونجا در یک جای شدیم، در یک مجلس دیگه، واقعا که با ارمانای خود رسیدیم. ذالک الفوز العظیم، یک کامیابی بزرگ است. یک دوست بد میگه داره در قرآن، یک کسی میگه می یک آدم بود گپای چتی و میگفت چی شد؟ سعی میکنه که فراو فی سواء الجحیم، در بین جهنم میبینیش. الله میگه اگر تو مرا نجات نمیدادی چه دوست بد بوده. دوستای بد بسیار خطرناک است، دور شوه انسان، او را میبینه فطلع، یا الله میگه می چی شد فلانی، الله نشانش میده در قعر آتش. باز میگه الله سر ما رحم نمیکه، تو بیدین چه گپا میزدید. ذالک الفوز العظیم، این کامیابی بزرگ است. حال ما میگیم کامیابی است در دنیا، چه کامیابی ای است؟ او است نه کامیابی بزرگ. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، از آتش دور شد در جنت داخل شد، این کامیابی. والله عمر ما و شما پیش الله لحظه هم نیست، یک ثانیه هم نیست، بسیار عمر کم. زمانه پیش الله بازی عمر ما 60 سال. این که دنیا رو میانی 130 میلیارد تیر شده، 130 میلیارد سال، 130,000 میلیون، همین یک چند دقیقه است عمر ما شما. دیگه بسیار تلاش کنیم، عمل کنیم و بسیار متوجه باشیم. فتنه ها بسیار زیاد. لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو علی کل شیء قدیر. در اینجا الله در آخر باز اثبات توحید بیان میکنه که رد به بالای عیسوی‌ها و نصرانی‌ها و یهودی‌ها است که مخلوق متصرف جور کردن. لله خاص در اختیار الله ملک السماوات،
فرمان روایی و پادشاهی آسمان ها و الارض زمین و ما فیهن آنچه که در بین است. اختیارات آسمان ها و زمین کلش پیش الله. الله میگه از من بخواین هر چی که مخلوق متصرف ندانین. مخلوق انسان است. انسان چیه؟ انسان با ضعیفترین مخلوقات و خلق الانسان ضعیفه. نه انسان کلا ضعیف خلق شده، چه پیامبر باشه چه ولی باشه هر چی که ضعیفه. انسان کلا ضعیف خلق شده و هو علی کل شیء قدیر. الله به هر چیز قدرت داره و یکی در جنت میبره، عذاب میته، اختیار دوار قبول می از هر چی که به هر چیز قدرتمند، قادر به کل شیء و الله وحده. در آخر هم رد بود با بالای نصرانیای سوی عقیده درست بیان کرد. الله ما شما را توفیق بده که به احکامی صورت عمل کنیم، بار بار سرش چیز کنیم و این حکم ازیر نظام ازیر تطبیق کنیم. یوم كنا خیر امه